سلام دوستان، خوش اومدید که دیگه از ویدیوهای چنلمون. دوستان من امیرحسین هستم، دوستدار و همراه شما در رابطه با آکواریوم. دوستان ما در این ویدیو قصد داریم که 3 مدل از آکواریومی که وجود داره رو نام ببریم: آکواریوم آب شیرین، آکواریوم پلنت و آکواریوم آب شور. دوستان من این آکواریومی که الان نگهداری میکنم آکواریوم آب شیرین هستش که من از مایع دیسکس، ردلاین، مایع تترارامینویز، مایع گرامی یا پرالگرامی یا گرامی مرواریدی و همچنین از خانواده‌های تترانئون و تتراکاردینال نگهداری میکنم. دوستان من در این ویدیو الان میخوام بهتون چند تا نمونه دیگه از مایع آب شیرین رو هم بهتون معرفی کنم، مانند ردلاین یا چیز فلاورهورن، آنجل، رد ایویل، آروانا و مایع دیگه که وجود دارن، اسکار و اینا که خیلی معروف هستن بینشون. دوستان این وسیله که الان در ویدیو مشاهده میکنید این دو که تخم ریزی ماهی هستش. یا برای ماهی‌های تخم گذار یک خاصه تخم ریزی داشتن که در این شی تخم ریزی روی این شی تخم ریزی بکنن و ما این دوک رو برداریم و در یک تانکی جای دیگه قرار بدیم که منتظر اون تخم‌ها حکشن و دیگه بچه‌ها از دیگه مراحلش بگذره و بچه‌ها به شنای آزاد برسن. و دوستان این سنگ‌ها که مشاهده می‌کنید و من در یک ویدیو دیگه هم گفتم سنگ‌ها آهکی نباشن که اگر آهکی باشن توانایی آسیب رسوندن به سیستم شما رو دارن. و همچنین این گیاها و چوبایی که طبیعی که من نگهداری می‌کنم الان داری مشاهده می‌کنید که از این گیاها از خانواده جاوا هستن و همچنین آنابیاسان که مشاهده شدن میشن و الان از گیاه جاوا و آنابیاس نگهداری میکنم. دوستان ما برای سیفونی که باید به طور منظم آکواریوم رو سیفون کنیم از یک وسیله‌ای به نام فیلتر در آن آکواریوم بذاریم که من از فیلتر سطلی آکواریوم نگهداری میکنم که الان این فیلتر مال ایتمن هستش که الان شما دارید مشاهده میکنید و جز ما فیلتر با تجهیزات مهم دیگه ای رو هم نگه داریم مانند اکسیژن ساز و هیتر که اگر آکواریوم اونم پلنت هست بسید پلنت ها به CO2 نیاز دارن برای نگهداریشون هم از اونا هم نگهداری بکنیم. مثلا تا پایان و به این پایان ویدیو رسیدیم، تا ویدیو دیگر بدرود.